در خانه میبریم. در خانه او خودش باید باشه که ما این کراره که چیزایی ندارم. اکثرا توریست هست که از دیگه ولایت میان و قبل از اینکه بود خارجی ها بود ولی حال خارجی ها کمتر شد. فعلا هیچ فروشات نداریم دیگه. در بازارچه که میاییم کلی کارهایی که ما در این بازار میشینیم به تاوان هستن، به خاطر مشتری نمیان. مشتری ولایت ها کم است، گردشگرایی که از خارجی میامد کم است، نیست فعلا.